این یه نوشیدنی جنگه، نه یه نوشیدنی عشق و حال. فکر میکنی نوشابه انرژیزا رو برای عشق و حال و مهمونی ساختن؟ نه عزیز من، اولین بار برای یه چیز خیلی ترسناکتر ساخته شده، جنگ. سال 1962 یه دانشمند ژاپنی ترکیبی ساخت برای خلبانایی که بتونن 12 ساعت بدون وقفه پرواز بکنن. اسمش شد دیپوویتان. اولین انرژیزای دنیا. فرمولش چی بود؟ کافئین بالا، تاورین و ویتامین‌های گروه B. ترکیبی که مغزتو فریب میده. فکر میکنی خسته نیستی. کمپانی ژاپنی تایشو فرمولش رو داد به یه شرکت تایلندی. اونجا بود که نسخه معروف‌ترش به اسم کراتین دی، یعنی همون گاو وحشی، متولد شد. بعداً یه کارآفرین اتریشی همین فرمول رو برداشت و شد ردبول. الان ردبول سالیانه بالای 10 میلیارد قوطی میفروشه. نوشابه‌ای که برای جنگ ساخته شد، حالا اسپانسر رقابت‌های فرمول 1، اسکای دایوینگ و ای اسپورت شده. دفعه بعدی که خواستی یه نوشابه انرژیزا رو باز کنی، یادت باشه